برای آمادگی به بازی‌های المپیک چقدر مبلغ لازم است و آیا خودت باور داری که این مقدار مبلغ رو میتوانی پیدا کنی؟ انشالله من آرزو دارم که در بازی های المپیک تابستانه 2020 توکیو که برگزار می گردد در اونجا اشتراک کنم و من باید به مسابقه های بیشتر اشتراک کنم که حال به دست آورم که در بازی های المپیک 2020 توکیو باید اشتراک کنم. من اولی در دست جمعی در یعنی در امریکا مشق خود رو تمرین دارم در اینجا، یعنی از حساب یعنی ما در باید کم کم کمک کردن در کار که من مسابقه اشتراک کنم که امین خلو رو به دست آورم که در بازی المپیک اشتراک کنم. یعنی پول زیاد لازم است چقدر و تو امروز یگان نفر کمک کرد براتون یا نه؟ رحمت کلان که همو دمانی که تو همه روز ما دستگیری کرده استند و سوم برای مسابقه اشتراک کردن، برای ازبورو که در اوجا مشق کردن در کار که یعنی همه مشق هر روزه سحر بیگه کردن در کار که برای المپیاد اشتراک کردن، یعنی چه مردم همه مهنت کرده است عرق جبین خود رو میریزینن که در مسابقه اشتراک کنن که به بازی المپیک اشتراک کنن. من اول تا همه روز اینا خدا به شکر اینا در چمپیونات امریکا اشتراک کردم. هفته پیشین تظاهر جای یکم مشغول کردم در وزن 66 کیلو. اول انشالله همین ای دهم تا 20 کلرادو در میریم زبور جای نام امریکا. طور ما میدانیم زندگی و تمرین در امریکا ارزان و آسان نیست. روزگارتون را چگونه پیش میبرید؟ فقط تمرین میکنید یا همزمان در یگان جا کار هم دارید؟ نه من همینجا کارم دارم. من ساعت های 10 سحر بعد ترنیفکا میرم کار تا ساعت های 3 کار میکنیم، ساعت های 4 بر میگردم، ساعت های 5 نیم بود ترنیفکا دارم تا 7 نیم. هر روز همه خیلی ترنیفکا دارم کار. من تا همه روز اینم خیلی مسابقه ها از سوم خود رفته استم که اشتراک کنم که با بازی های المپیک اشتراک کنم. شما گفتید چند پیش در یک سباق شرکت کردید و پیروز شدید. آیا مشکل نبود این پیروزی رو به دست آوردن؟ مشکل بود این در یعنی چخیل تیم امریکا موجو همه اشتراک کردن. در وزن من قریب 93 کس بودن اشتراک کردن و با خواست خدا من سزاوار جای یکم اشغال نمودم که ولی خدا به شکر این از برو اومده روی میکنن ای طرف میگم مسابقه انشالله ولی دکومنت میگیرم ما یعنی باید به چمپیونات جهان اشتراک کنم ای نام امریکا. من راحت گرفتم به چمپیونات جهان ای نام امریکا. زیر مربیگی کی شما تمرین میکنید؟ کی است مربی شما؟ مربی من همینجا سرجی بویس، جیم پیدرو، ارکاد ارونوف، یعنی من با این مربی ها در اینجا مشق میکنم. خب گفتیم طولی 7 ماه است که شما در آمریکا هستید. در این مدت گفتید مشکل است خیلی کار و تمرین کردن. لحظه بود که پشیمون شدید گفتید برمیگردم تاجیکستان و فعالیت خود رو در اونجا ادامه میدیم. همین گونه لحظه ها هستن؟ همه خیلی لحظه ها میشن که میگن چه خیلی میگن اما چه میگن همه صبر و طاقت کردن در کار که همه چی میشود. نمیشد که سراز همه را میپرتوی میروی. این طاقت میکنی. خدا به شکر اومدم همه خیلی طاقت کردم درون همه امریکانسان مشق کردم اینا همه چمپیونات امریکا جو یکم گردیدم. پیشکی اومدم گفتم که اینا میپرتم میرم تو دیگه همونجا مشق کنم همونجا بیستم. ولی شکر خدا در سوزه اوجه. حالا امکانات خوبی داری که به طرفداران خودت مراجعت کنی. برای اونها چی گفتنی داری و انتظارات خودت در مجموع چی است؟ به خود باوری دارم که بازی های المپیک من انشالله اشتراک میکنم. اولی کم کم دستگیری کردن در کار که برای زبورو دکتر گذاشتن در کار اما همین را باید
کم کم یوردم کردن در کور که من باید همینا رو بگذارم. خب برایت موفقیت میخواهیم و امیدواریم که در سبقت‌های جهانی حتما پیروز میشوی و دستگیری هم خواهی یافت.